تمام حرفایی که من میزنم و واقعا شما میتونی آیه قرآنش هم بیاری. حرفایی که من میزنم هم حرفای قرآن، منتها به زبان امروزی، به زبان ایرانی. من جوونا رو با تخلیه بار منفی با نماز آشتی دادم. من جوونا رو با حجاب و ایمن موندن آشتی دادم. من با یه آهنگ مال من باش، با یه آهنگ گردن من ننداز اسلامو به جوونا برگردوندم. میگه گناه و فکر بهش ممنوع. گناه و فکر بهش ممنوع، یعنی حتی فکر کردن به گناه هم گناهه، چون تو زمانی که فکر کردی به گناه یک فرکانسی رو روشن کردی و چیزی که بهش فکر کردی دیر یا زود اتفاق خواهد افتاد. میگه گناه و فکر بهش ممنوع، حتی با آدم بد چش تو چش ممنوع، رفتارهای زشت ممنوع. تمام اینا به زبان عربی تو قرآن هست و امیر تتلو تنها اومده اینا رو به زبان فارسی داره میگه. قرآن چیز بدی نیست، خدا چیز بدی نیست، آخوند چیز بدی نیست، دین چیز بدی نیست. کی گفته که نماز بده؟ کی گفته تخلیه بار منفی بده؟ کی گفته لباس ایمن پوشیدن بده؟ کی گفته اسلام بده؟ ما اصلا نگفتیم اینا بدن.